سفارت هندوستان در تاجیکستان چاره‌بینی فرهنگی را در تالار مهمانخانه هیات ریجنسی به خاطر تشریف سیبی جورج کاتب وزارت کارهای خارجه حکومت هندوستان به تاجیکستان دایر نمود که در آن نمایندگان وزارت و کمیته‌ها، رهبریت چند دانشگاه کشور، فدراسیون فوتبال تاجیکستان، جمعیت هندوها در تاجیکستان و نمایندگان وسایط اخبار عامه حضور داشتند. چون همیشه در آغاز سرود ملی جمهوری تاجیکستان بعداً کشور هندوستان صدا داد. ضمن سخنرانی خویش سفیر هندوستان در تاجیکستان جناب راجشوی کاتب وزارت کارهای خارجه حکومت هندوستان سیبی جورج را خیر مقدم گفته یادآور شد که رابطه‌های فرهنگی و تمدنی هزار ساله میان تاجیکستان و هندوستان دوستی چند نسله و پایدار این دو ملت صاحب تمدن را به وجود آورده است. Ambassador George is one of India's most distinguished and experienced senior diplomats. He belongs to the 1993 batch of the Indian Foreign Service. His remarkable career has taken him across continents. He began as a political officer in Cairo and has served with distinctions in Doha, Islamabad, Tehran, Riyadh, Washington DC and many other important capitals. سپس اعلام گردید که سه گوشه هندوستان در سه مؤسسه با نفوذ تعلیمی تاجیکستان، دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان در شهر خوجند و مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه اینواسیونی کسبی و تکنیکی شهر کولاب گشوده شد. در حضور حاضرین رهبریت هر یک مؤسسه تعلیمی بالاذکر به صحنه دعوت کرده شده از جانب سیبی جورج کاتب وزارت کارهای خارجه حکومت هندوستان و راجشوی سفیر هندوستان در تاجیکستان کتاب‌ها تقدیم کرده شد. گفته شد که قبلا نیز 8 گوشه دیگر گشوده گردیده در مجموع 11 گوشه هندوستان در مؤسسه‌های عالی کشور فعالیت دارند. اینچنین رهبریت دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده نیز به منبر دعوت گردیده. با آنها مجموعه اسباب‌های موسیقی هندی که از جانب شورای مناسبت‌های فرهنگی هندوستان ICCR دهلی نو پیشنهاد شدند تقدیم کرده شد. قید گردید که دانشکده مذکور با هندوستان رابطه‌های زیچ اکادمی داشته با مرکز فرهنگی سوامی ویوکاناندا سنتر در چاره‌بینی‌های سرشمار همکاری کرده است. اینچنین برخی از استادان و دانشجویان آن در کورس‌های آموزشی آیتک و ICCR شرکت نمودند. اساسیاسی‌های ملی فوتبال تاجیکستان و هندوستان بهر رشد بازیگران و تبلیغ این نماد ورزش در بین جوانان همکاری زیچ دارند. برای دستگیری این تلاش‌ها سیبی جورج کاتب وزارت کارهای خارجه حکومت هندوستان به اعضای دسته‌های زنانه و مردانه اکادمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان لباس‌های فوتبال تقدیم نمود. سپس کاتب وزارت کارهای خارجه حکومت هندوستان سیبی جورج در نزد حاضرین سخنرانی نموده از منفعت‌های دوجانبه روابط دوستانه هر دو کشور یادآور شده قید نمود که هندوستان در سمت تکنولوژی نوین و تجارت استارتاپ‌ها تجربه کافی و دستاورد نظررس دارد و آماده است که این تجربه را با کشورهای دوست قسمت کند. We have excellent relationship. A relationship which is rooted in history, in tradition, in culture,
in literature, in art, and above all, our people-to-people connect. This is my first visit, but I can assure you this is not going to be the last visit. I was so happy to be here. In today's world, when we face multiple challenges, it is very important that India and Tajikistan, two like-minded countries who believes in rule of law, work together, and that is what brings me here today. We have very good meetings, very good interactions, and I take back a lot of ideas to build this relationship. баъдан барномаи фарҳангии омоданамудаи донишҷӯёни маркази фарҳангии свами вивекананда ки аз рақсу сурудҳои ҳиндӣ ва тоҷикӣ иборат буд пешкаши ҳозирин гардонида шуд. инчунин таронаҳои ҳунарманди овозадори эстрадаи тоҷик Зайнура Плодова ки бо сурудани сурудҳои ҳиндӣ миёни ин мардум низ шӯҳратёр гардидааст, хотири ҳозиринро шод намуд.